مرد ثروتمندی بود که قلب مهربونی داشت. هر روز آدمای مختلفی برای کمک پیشش می اومدن و اون هیچ وقت به کسی نه نمی گفت. به هر کی پول نیاز داشت میداد. همه به خاطر سخاوتمندیش دوستش داشتن. یه روز یه زن اومد و گفت برای شهریه یه مدرسه پسرش پول میخواد. مرد با کمال میل بهش پول داد. روز بعد یه مرد اومد و گفت پول میخواد تا نامزدشو بفرسته مسافرت. مرد ثروتمند بدون فکر کردن پولو داد. بعدش هم یه زن دیگه اومد و گفت برای تولد دخترش پول لازم داره. مرد هم طبق معمول با لبخند کمکش کرد. براش مهم نبود چون هم آدم مهربونی بود و هم پول زیادی داشت. اما کم کم پولاش تموم شد. وقتی فقط چند تا اسکناس توی کیفش مونده بود با خودش گفت من به این همه آدم کمک کردم. الان نوبت اوناست که به من کمک کنن. اول رفت پیش همون زنی که برای شهریه پسرش پول گرفته بود. زن سرشو تکون داد و گفت که چیزی برای بخشیدن نداره. بعد رفت سراغ مردی که پول مسافرت نامزدشو داده بود، اما اون حتی در رو هم باز نکرد. بعد هم رفت پیش زنی که میخواست برای دخترش تولد بگیره. اون گفت پولشو برای خرید کیف و کفش لازم داره و نمیتونه کمک کنه. یکی یکی همه کسایی که بهشون کمک کرده بود ردش کردن. وقتی دیگه هیچ پولی براش نمونده بود، مجبور شد بره پیش مادرش زندگی کنه. مادر با مهربونی بهش نگاه کرد و گفت پسرم، این که تو با بقیه مهربونی دلیل نمیشه اونا هم با تو مهربون باشن. تو نمیتونی همه مشکلاتو حل کنی. اون روز مرد یه درس بزرگ یاد گرفت. مهربون و سخاوتمند باش، اما مرز خودتو بدون. اگه بدون فکر به همه کمک کنی، ممکنه خودت دست خالی بمونی. و یادت باشه همه قرار نیست خوبیاتو جبران کنن. اگه رشد رو دنبال نمی کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.